دوراب چپ. دوراب چپ که با دوراب چپ یا دوراب از چپ که همون ریزک یا تک ریزک هست متفاوته. ما قدیم در مورد تکنیکی به نام دوراب چپ صحبت کردیم که شامل چپ راست چپ میشد و بعد از یک راست قرار میگرفت که در اصل در اونجا هم گفتیم که ما وقتی تکریز هامون رو تند میکنیم این دوراب چپه ایجاد میشه. مثلا روی دو نوت ریز ناقص بهش میگفتیم. اما دوراب چپ که شامل دوراب و چپ هست که شبیه به شلال میمونه. اول دوراب رو داریم بعد چپ میاد. البته با شلال فرق داره به دلیل اینکه ما در شلال فقط روی چپ آخر آکسان داریم، اما در این هم روی راست آخر دوراب و هم روی چپ. و بعد بین دوراب و چپ یه مقدار فاصله هست. در شلال این فاصله هم نبود.